ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 42-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. عینی نه تنها استعداد کامل داشتن، از خردسالیش در شعر و شاعری به درجه استادی رسیدنی محمد صدیق مخدوم حیرت را اعتراف می کند، بلکه از قدرت بی انتها و فوق العاده و فطری او در عالم ادبیات بدیعی من بعد خارقه ها به وجود آوردن او را با صمیمیت و خیلی راست و حقانی بیان می کند. حیرت از شریک درسان فقیر است. حیرت با عینی شریک درس در نزد دام الله محمد اکرام بود، اما از کمال استعداد و عشق ادبیات در خردسالی به مرتبه استادی رسیده بود. فقیر نیز قواعد عروض و بعضی نازکی های صنعت ادبیه را از او آموخته بودم. حیفا که این استعداد مجسم در ایام جوانی در 27 سالگی جهان فانی را پدرود نمود. عینی وفات محمد صدیق مخدوم حیرت بخارایی را 15 ربیع الثانی شب دوشنبه سال 1320 هجری 22 ایولی سال 1902 میلادی صاحب تبرف در سن 27 سالگی به قلم داده است. سن 27 سالگی شهادت می دهد که حیرت در سال 1875 تولد یافته است. بنابر همین عینی همه وقت حیرت را همسن خود به قلم می داد. وگرنه از این قدرت فوق العاده خارقه ها در عالم ادب به وجود می آمد. نمونه ادبیات تاجیک 1926 صحیفه 271. همین طور یکی از سببهای دیگری با موفقیت ایجاد شدن اشعار عینی را پس از سال 1895 در برابر استعداد بزرگ خودش باز با تربیه و راهبری استادش حیرت، مصلحت و ملاقات و صحبت‌های با تفصیل سودمند و آسان فهم او عاید به قانون و قاعده‌های عروض، شکل و صنعت‌های شعری و دیگر جنبه‌ها، نازکی‌های ادبیات بدیعی با قابلیت و معلومات فوق العاده و قوه حافظه بی‌مثل و مانند داشتنی این معلم ایجادیش و مانند آنها علاقمند نمودن لازم است. برای تصدیق این فکر و تخمین و فرضیه فوق جمله های زیرین عینی مددگار شده می توانند. من در همان ملاقات اولین به قابلیت و معلومات فوق العاده او پی بردم و نظر به عقیده خودم، آن کسی که من برای راهبری خود در شعر از بین شاعران و شعرشناسان کلانسال آن زمان می جستم، همین خردسال خردجسته بود. او با من همسال و هم درس بود. با همه این من او را از همان روز سر کرده استاد خود قرار دادم و در دل خود گفتم: یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. عینی
کلیات جلد 7 صحیفه 226. غزل گلی سرخ موافق طلبات شکل و پائیتیک و صنعت و خصوصیت‌های بدیعی هم به قالب درست و مکمل این ژانر درآورده شده بود و هم در آن موضوع و مضمون زندگی و شرح حال شاعر قهرمان لیریکی بیان مشخص خود را یافته بود. اکثر محققان غزل گلی سرخ را غزلی بخشیده به شکوه و شکایت و نارضاییت و شرح حال مصنف به سبب بی‌بضاعتی و ناداری و بیچارگی و بیکسی و از همین سبب به سیر گلی سرخ رفته نتوانستنش می حسابند که در حقیقت از مضمون و موضوع این غزل همین معنی برمی آید. چنان که معلوم است در قلمرو بخارا در فصل بهار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته ماه سور اپریل می در وقت شکفتن گلی سرخ بعضی نوهای صدبرگ، لاله و دیگر گلهای به آنها مانند سرخ رنگ سیر و سیاحت عمومی مخصوصاً در سر مزار بهاءالدین نقشبند به وقوع می پیوست. به بعضی سببها از جمله به سبب کمبغلی و ناداری عینی بر این ملا بچگان صحرایی نادار و کم بضاعت از اشتراک به سیر عید گلی سرخ محروم می گشتند. سیر عید گلی سرخ با تنتنه خاصی می گذشت که هر یک اشتراک کننده و تماشابین از آن لذتی می برد. خود عینی در یادداشت‌ها در خصوص چطور گذرانیدن سیر گلی سرخ به خوانندگان آینده این طور معلومات داده بود. در بخارای امیری در سری مزار بهاءالدین نقشبند هر سال در ماه سور از 22 اپریل تا 22 می 4 هفته و هر هفته یک شب و 2 روز سه‌شنبه و چهارشنبه برای مردان و یک شب و 2 روز پنجشنبه و جمعه برای زنان سیر برپا می شد. این سیر را بنابر تشکیل یافتنش در وقت شکفتن گلی سرخ می نامیدند. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 365. غزل گلی سرخ عینی از 7 بیت عبارت بوده. در اکثر آن بیت ها صدای صیحه آمیزی از ناداری و بیدیرمی و کمبغلی و قشاقی قهرمان لیریکی به گوش می رسد. رازی دل می گفتم ار یک محرمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم همدمی می داشتم. مهنتی گیتی به تلخی کی ربودی جانی من، بوسه گر از لبی ایستادمی می داشتم. از تماشای گلی سرخ از چی می ماندم جدا، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. عینی کلیات جلد 8 صحیفه 103. قشاقی و بیچارگی و کمبغلی قهرمان غزل گلی سرخ سببگاری در موضوع و مضمون، آبرز و صنعت و واسطه های تصویری بدیعی پیدا گردیدن یأس و علمی بی اندازه گردیدند.
از این جاست که در اکثر بیت‌های این غزل کلمه‌های شک و غم، شب هجران، زخم دل، ریشی روان، مهنت گیتی، تلخی، اضطراب، رم، سرگشتگی و امثال آنها که از عذاب و مشقت، احوالی سخت و روزگاری نامساعد قهرمان گواهی و شهادت می‌دهند، موقعی اساسی بازیده‌اند و وظیفه و افاده فکر و عقیده و اندیشه‌های پریأس شاعر را ادا نمودند. و ضمن استفاده این قبیل کلمه‌های سیرشماری پریأس و غم‌انگیز که چگونگی حالت باطنی و روحیه قهرمان لیریکی را افاده می‌کنند و شرح می‌دهند، در غزل گلی سرخ به تناسب سخن، صنعت‌های بدیعی و موافقت بین همدیگری کلمه و عباره‌های هر یک مصرع دقت جدی داده شده است. قهرمان این غزل راز دل خویش را با محرم و شکوه‌اش را با همدم تبابت کردنی شود هم، ولی با سبب‌های بالا زخم دلش را بی مرهمی پریرو، ربودن جانش را بی بوسه لبی ایسادم ایمن گردانده نمی تواند. اگر به اینها باز علاوه کرده شود که در این غزل خصلتی ترجمه حالی داشته، کلمه و عباره‌های تضادی وسیع استفاده شده اند، آنها سببگاری برجسته تر برآمدن شکل و مضمون غزل نگردیده نمی توانند. خصلتی ترجمه حالی پیدا کردنی اکثر شعرهای دوره اولی صدرالدین عینی سالهای 1895 1907 نیز ابتدای خود را اساساً از همین غزل گلی سرخ گرفتند. تنها برای مثال بیتی را از این غزل همچون یکی از نشانه‌های ترجمه حالی شاعر و ماهرانه استفاده بردن صنعت‌های بدیعی از جمله صنعت تضاد در این گونه غزل‌ها آوردن کفایه است. این قدر در اضطراب افتادم از فکر خود، می شد آرامم اگر از خود رمی می داشتم. عینی، کلیات، جلد 8، صفحه 103. گلی سرخ با خصوصیت‌های بدیعی، شکل و پویتیک و کمپوزیسیا استخوان‌بندی خود تمام قانونیت‌های داخلی ژانر غزل را هم در بر کرده است و هم به طلبات آنها جواب داده می‌تواند. در آن به مثل هر یک غزلی معلوم و معمولی کلاسیکی در هر یک بیت یک فکری تام جایگیر شده است و در بیت‌های حسن مقطع، حسن تخلص درباره زندگی پرمشقت قهرمان لیریکی و بی پرستاری و قشاقی طالب علمان کمبغل مدرسه های بخارا تصوری معینی پیدا نمودن ممکن است. چون ترازو کی شدی سرگشتگی با من نصیب، عینی ار فکری نه از بیش و کمی می داشتم. همانجا جلد 8 صفحه 103. پس از شناسایی، صحبت و محاوره و ملاقات‌های سیرشمار، از جمله بعد از تحلیل و تصحیح و توضیح و ملاحظه‌رانی‌های محمد صدیق مخدوم حیرت
راجع به غزل گلی سرخ با عینی معلوم می گردد که حیرت با سحر علم و دانشش، عقل و فضیلتش، با شعردانی و شعر فهمیش، بی هیچ دکه خوری قصیده های 40 بیتی و 50 بیتی را از یاد خواندنش، با یک بار مطالعه نمودنش بسیار شعرهای دلچسب را هرچند دراز باشد هم در خاطر نگاه داشتنش و حتی از یاد کردنش، با زبان روسی را به قدر ادریس نویسی آموختن و دانستنش، با مناسبت نهایت صمیمانش به عینی نمونه عبرت گردیده بود. از این جاست که عینی او را معلم و استاد خود انتخاب می کند و من بعد در دوام تمام عمر خود محمد صدیق مخدوم حیرت را استاد و راهبر ایجادی خود می شمارد. چنانچه بعدها عینی می نویسد که برای راهبری خود در شعر از بین شاعران و شعرشناسان کلانسار آن زمان، عینی کلیات جلد 7 صفحه 226، شخصی با مهارت ترین را می جسته است و بعد از محاکمه غزل گلی سرخ با محمد صدیق مخدوم حیرت او را چنین راهبری خود انتخاب می کند. در این کار با عینی باز خواندن و شنیدن شعرهای خودی حیرت نیز مددگار شدند. مثلا هنگامی که عینی با موضوع و مضمون یکی از غزلهای حیرت مناظره شناس می گردد، در چنین گیرودار ایجادی در سیمای او یکی از شاعران برکمال و با استعداد زمان خود را تصور می کند. از محاکمه غزل مناظره که عینی آن را پس از ملاقات اولینش برای خاطره از حیرت به یادگاری گرفته بود، از سالهای اولی شریک درسیش از سال 1895 سر کرده نخستین بار در زیر تأثیر محفل ادبی قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا و بعدتر تربیت ادبی و بدیعی و استتیکی محمد صدیق مخدوم حیرت در او مهارت و قابلیت تحلیل و تدقیق کردن شعر، بها دادن و تنقیدن نظر افکندن به ایجادیات خیش و به اشعار شاعران معاصرش به وجود می آید. از همین سبب هم عینی این غزل مناظره حیرت را گوهری نایاب می حسابد و می خواهد که برای آنکه این غزل در قعر بحر عمیق گمنامی پنهان نماند، همانجا جلد 7 صفحه 227 و آن را برای آیندگان محفوظ دارد، متن غزل مناظره را برای خود برای خاطره نگاه می دارد. حالان که خود محمد صدیق مخدوم حیرت نمی خواسته است که مردم او را به صفت شاعر شناسند. بنابر همین محمد صدیق مخدوم حیرت از عینی التماس می کند که غزل مناظره اش را به کسی خصوصاً به شاعران نشان ندهد تا که شاعر بودن او را کسی دیگری و مخصوصاً شاعران زمانش نفهمند. اما عینی برخلاف این التماس استاد و معلمش غزل مناظره را به گروه پیشروی ادبیات دوستان آن زمان که هر کدام خود را به مثل و مانند جهان می شمردند، همانجا جلد 7 صفحه 227 با سروری قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا نشان می دهد تا که آنها از کی بودنی این یکتای زمان و نادری دوران خبردار گردند و به مؤلف آن موافق مهارت و استعدادش بهای سزاوار دهند. خود عینی تعریف و توصیف و بهای خود را به غزل مناظره حیرت و به واسطه آن به تمام آثار وی در جمله های ذیل بیان کرده است. لیکن من نخواستم که آن گوهری نایاب مناظره صاحب تبرف
در قعری بحر عمیق گمنامی پنهان ماند. خواستم که گروهی پیشروی ادبیات دوستان آن زمان که هر کدام خود را بی مثل و مانندی جهان می شمردند، از این یکتای زمان و نادری دوران خبردار گردند و به او بهای سزاواری دهند. همانجا جلد 7 صفحه 227. عینی پس از بیان فکری بالا در یادداشت‌ها، متن آن غزل مناظره‌ای در دست خودش بوده را می آرد و ثانی آن را همچون منقد از پهلو و جنبه‌های گوناگونی تماتیکی و غایوی، بدیعی و استیتیکی و شکلی و زبانی دقیق و نازک بینانه تحلیل و تدقیق می نماید. ای سرو بی ابا به چمن سر کشیده‌ای، مانا که سرو قامتی او را ندیده‌ای. آرامی سرو من بود از جویباری چشم، ای سروگر تو بر لب جو آرمیده‌ای. او سرو دلبر است و روان است و در خرام، تو سروی بیبری و به کنج خزیده‌ای. او ریشه در دل است و از دل آب می خورد، تو ریشه در گل استی و از گل دمیده‌ای. او ناز پرور است و بود شاخ شاخی لطف، تو باغ پرور از دو سه شاخی بریده‌ای. حیرت زیاده معتنیدی سرو نازی او گشتی، مگر مناظره ما شنیده‌ای. عینی کلیات جلد 7 صفحه 227. حیرت اشعاری منتخب صفحه 114. در غزل مناظره حیرت پس از بیت سیوم بیت او باغ حسن را بود آزاد سروی ناز، تو از نهالیت به چمن زر خریده‌ای موجود بوده است که عینی آن را در متن این غزل در یادداشت‌ها داخل نکرده است که سبب آن تا حال براقم این سطرها معلوم نیست. عینی در جمله‌های بالا مخصوصاً به ماهیت و مضمون عنوان غزل حیرت مناظره دقت جدی داده است. او تأکید می کند که حیرت با این غزل خیش به همه شاعران تقلیدکار زمانش که خود را بی مثل و مانندی جهان تصور می کردند و حتی می شماریدند، بحث و مناظره نموده چطور آفریدن شعر از جمله غزل را در زمان نو خیلی جدی به میان می گذارد. عینی با همین در همین جا خدمت حیرت را همچون شاعری نوآور و مبارز بر ضد ایجادیات شاعرانی تقلیدکاری زمان خود می بیند و در ضمن تحلیل غزل مناظره آن غایه بدیعی حیرت را ترغیب و تشویق می کند که شاعر باید به غزل و عموماً به ایجاد شعر هم به روانی، ساده بیانی، همه فهمی و دلچسبی تمامی کلمه ها دقت جدی دهد، هم از استفاده تشبیه و استعاره، کنایه و مبالغه و ده ها دیگر واسطه و صنعت‌های بدیعی مکرر دست کشد، هم شعر را از ابرزهای غیر طبیعی و آب شسته تازه نماید که همه این خصوصیت‌های نوآورانه ادبی و بدیعی به غزل مناظره حیرت خاص بودند. خود عینی در یادداشت‌ها همین قیمت و ماهیت غزل مناظره را
با جمله های ذیل جمع بست کرده است. این غزل به بالای اینکه روان، ساده، همه فهم، همه کلمه هایش دلچسب بوده، با کمال مهارت برگزیده شده و در جای خود مانندی نگینکاری های نادیرکارانه شینم شده اند، یک اعلان مبارزه بود بر ضد تشبیه های غیر طبیعی آبشسته شاعران گذشته که تا آن زمان از طرف تقلیدچیان آنان تکرار می یافتند. عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 227. حیرت با همین اسلوبی نو و رویه تر و تازه ایجادیش با شاعرانی تقلیدکاری زمانش به مناظره در آمده، با همین محصول ایجادیش غزلی مناظره برتری اشعار نوکارانه اش را بر آنها عملاً اثبات می کند. گرچندی خود حیرت بی واسطه درباره اهمیت و ماهیت سبب مناظره اش با چنین شاعرانی زمانش حرفی نمی گوید، اما عینی همچون محقق و منقد این غزل یک به یک تفاوت پویتیک، صنعت و واسطه های تصویری بدیعی غزلی مناظره را از دیگر شاعران زمانش با تفصیل و واضح و روشن تأکید می کند. عینی معین می کند که حیرت در این غزل موضوع و آبرز عنعنوی سرو را همچون آبرز معشوقه موضوع و آبرز مرکزی انتخاب کرده باشد، هم در بین این موضوع و آبرز تمثیلی و رمزی و مجازی و طبیعی کشف کرده او و موضوع و آبرزهای ایجاد کرده همه دیگر شاعران دورانش تفاوتی جدی دیده می شود. به سبب آنکه عینی در همان سالهای 1895 1896 از بسیار قانون و قاعده و نازکی های نظم کلاسیکی از جمله از شکل، پویتیک و صنعت و واسطه های تصویری بدیعی آن آگاه بود، تشبیه و توصیف قامت یار را به سرو، شمشاد، طوبی و حتی عرعر در نظم دوره تا انقلابی خیلی خوب می دانست که آن آبرزها در این نظم خیلی آبشسته گردیده، آفریدنشان به حکم قانون در آمده بودند. عینی در این باره این طور نوشته است: معلوم است که شاعران هر آنجا که قامت یار آید البته به سرو، شمشاد و طوبی افسانوی، حتی به عرعر که یک درخت قد بلندی بسیار بدنماست مانند می کردند. عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 227. شما گفتار 42 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.